السلام علیکم داملا. من یک مخلصی اشدی شما هستم. اگر زن بگیری و زن نادختر براید، آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز، اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشند. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها، عالم هاشون کتاب ها آورده دادستند. حاضر میگن در گازیت SSR خوندیم، در یک مقاله گازیت SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب الکی شده تمام شده است که فقط دلالتشان بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اکو ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشید، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشید. چگونه ای که اون مردم عقیده شان همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو سازده گرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است، همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمان مخیر، ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینید جوانای ما آنقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن، پیش از زن گرفتن میپرسند کنی این دختر از چه دختر بود؟ آیا دخترای کوچگرد نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسند این از حسابش چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه ها، ننگ دارن بچه ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیبی او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیه کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبخت بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اکو مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی مثلا تو از جمله دیوسا نمیشوی. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای و غیرت ندارد، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای و غیرت ندارد، پیش راهی او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره راه هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم، چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما انمی لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید، آخی نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخی یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما
همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشون دارن، کرتکای تنگی که در تنشون دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میمانه؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میمانه؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد. دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن